بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول محمد و آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت همه شما برادران و خواهران عزیز و گرامی قدر، امیدوارم که هر کجای گوشین تنصیحت و سلامت باشید. پروردگار همه شما را در حفظ امانش نگهبان باشد و از جمله مهاجرانی اذیت کشیده تاجیک را که در فدراسیون روسیه آزار و اذیت میکشند، پروردگار اون را حفظ کند و رزق روزیشان را فراوان کند که به وطن برگردند. چون حادثه های اخیر نشان میدهد که هر روز برای اونها برنامه های جدیدی برای از بین بردن و برای پس زدن و برای شأن و شرف آنها را از بین بردن کشیده می شود و کوشش تلاش میکنند که هر روز وضعیت را بدتر و بدتر کنند. همگران و هموطنان عزیز، از همه شما بابت دیر شدنی برنامه عذرخواهی میکنیم که نتوانستیم برنامه قدرت و حقیقت در روزی سه‌شنبه که روزی برنامه قدرت و حقیقت است برگزار کنیم، چون در یک سفر قرار داشته و بعد از بازگشت سفر که ما دیروز برگشتیم و امروز متاسفانه تعالی نتوانستیم استودیو را برقرار کنیم، ولی به هر صورت چون مهم شماریدیم که این برنامه امروز در هفته برگزار شود، چون هفته بعدی برنامه 32 است، این برنامه را برگزار کنیم و در خدمت شما قرار بگیریم و صحبت داشته باشیم. بابت همین بار دیگر از تمام بینندگان عذر می‌پرسیم و امروز تصمیم داریم هموطنان عزیز که در موضوعهای مختلف صحبت کنیم، ولی اصل هدف یک موضوع است. طبق قرار حکومت امامعلی رحمانوف همه ساله 2 مرتبه نشست‌های خبری وزارت‌ها و نهادهای دخلدار برگزار کرده می‌شود و همینطوری که می‌دونید ما در 6 ماه اول یعنی تمام کردیم و به 6 ماه دوم قدم گذاشتیم و طبق این قرار باید که تمام نشست‌های خبری برگزار کرده شده باشند و برگزار می‌شوند تا اینکه که به مردم تاجیکستان به اصطلاح حکومت امامعلی رحمانوف گزارش داده شود از کارهایی که در طول یعنی 6 ماه اخیر انجام داده شد و خوشبختانه این نشست‌ها برگزار شد و تعداد بیشتری از این نشست‌ها رو ما تماشا کردیم، ولی بعضی از نشست‌های خوردی اون حالا انجام نشده است و یا که نشست‌های وزارت‌های مهم هم به مانند وزارت کارهای داخلی و دیگر وزارت‌ها، اما بیشتری وزارت‌ها نشست‌های خبری خود رو برگزار کردند که بسیار مهم است. این نشست‌های خبری که با دستور خود امامعلی رحمانوف برگزار کرده شده است تماشا کنیم. ما همینطوری که میدونیم که در بیشتری دولت‌ها نشست‌های خبری موجود است و وزارت‌های دخلدار و حتی رئیس جمهور و سروزیر اون کشور همه ساله در نشست‌های خبری با مردم صحبت میکنن و از جمله فدراسیون روسیه که ما از اونجا یعنی بیشتری مدلی طور دولت داریمون نگرفتیم، خودی پرزیدنت ولادیمیر پوتین همیشه یعنی سالانه یک نشست‌های خبری برگزار میکند و در سوالهای مردم پاسخ میدهد و این نشست‌ها در تاجیکستان یعنی در سطح راهبری انجام داده نمیشود، راهبری دولت، بلکه در وزارت‌ها و اداره‌های دخلدار انجام داده میشد. اما سالهای اخیر این نشست‌ها کماکک به حالت یعنی صفت پایان‌تر رو میارد. ما میبینیم که در نشست‌ها وزیرها بیشتر اشتراک نمیکنند، بلکه معاون اول یا معاون دوم و یا اینکه حتی یک آدمی یک سخنگوی این نهاد میاد میشیند و در سوال روزنامه‌نگاران پاسخ میدهد که یعنی اطمینان کننده نیست، مردم را قانع نمیگرداند. به همین طریق ما در این هفته نشست‌های وزارت‌های گوناگون را داشتیم و ما برمیگردیم در همین برنامه هفته راجع به همین قراری که امامعلی رحمانوف قبول کرده است که باید تمام نهادها بیایند گزارش بدهند که در طول یعنی 6 ماه اولی سال و در طول 6 ماه آخری سال چی کار را انجام دادن و چی کار را انجام خواهند داد و چی جرم‌ها و جنایت‌های انجام داده شد و چی جواب‌های اونها دارن. اینها را به نظر میگیریم و میخوانیم و بعدا ان شاءالله که تحلیل‌های خود را نسبت این موضوع خواهیم گفت. همونطوری که گفتم این نشست‌ها بسیار مهم است در یک دولتی که اونجا مردمش بیداری سیاسی، بیداری فرهنگی و بیداری اخلاقی دارد. بدون چنین نشست‌ها هیچ امکان پذیر نیست. باید هر یک کشوری چنین نشست‌های داشته باشد و این نشست‌ها بر اساس منافع این مردم انجام داده شود، نه بر اساس منفعت‌های حکومت.
اما نشست‌های حکومت امروزه یک نشست‌های نمایشی شده است و این نشست‌ها یعنی روزنامه‌نگاران را بیشتر اجازه نمیدن و اونایی را که اجازه میدن برایشان برگزار کردن پخش مستقیم این نشست‌ها را نمیدید. مثلا در گذشته ما نشست‌های خبری حکومت امامی رحمان را از رسانه‌ای مشهوری از پیلوس همچون پخش مستقیم یعنی پرموی فیر ما تماشا میکردیم، ولی این سالها میبینیم که وضعیت را تا اون درجه را تنگ کردن که این نشست‌ها فقط در طرز نوشتاری از رسانه‌ها به ما میرسد، ولی همچون پخش مستقیم که بتوانند مردم این نشست‌ها را از زبان آنها تماشا کنند نمیشود، بلکه جایهای کوتاهی این نشست‌ها که اونجا یک روزنامه‌نگاری که فقط به خاطر رسانه خودش سوالی میکند اون را حقی بازنشر کردن دارد و غیر از این هیچ کسی ندارد. و در رسانه‌های دولتی یا که در رسانه‌های حکومتی نیز چون این نشست‌ها این پخش‌های مستقیمی برگزار کرده نمی‌شود، یعنی مردم از تلویزیون‌های دولتی پخش‌های مستقیم اینها را نمی‌بینند که یک وزارت یک نهاد به مردم چی خدمت کرد و چی کار را انجام داد در 6 ماه اول. بیایید برمیگردیم به مسئله هایی که در نشست ها برگزار میشن. بیایید وزیر انرژتیک تاجیکستان رو شروع میکنیم، چون بسیار بحث برانگیز بود صحبت وزیر انرژتیک تاجیکستان که ما همونطور که میدونیم ما در تاجیکستان مسائلی مهمی که سری راه پیشروی اقتصاد رو میگیرد و گرفته است طول 10 سالها میشود این برق است. مشکلات اصلی جامعه ما که تاجران و متخصصینی که میخواهند سرمایه‌گذارانی که میخواهند در تاجیکستان سرمایه گذاری کنند و پیشتر وضعیت تاجیکستان رو اقتصادش رو پیش ببرند همین برق سری راهشون رو میگیرند. من زیادی از برادران و نزدیکا و زیاد دوستا رو میدارم که نیت‌های خیلی بزرگ داشتن که میرفتن ماشین‌های گوناگون، آپارات‌های گوناگون و خیلی چیزهای زیادی را می آوردن و همین مواد خامی که در تاجیکستان است به اون ماشین‌ها میتوانست اینجا کار کند و برای اقتصاد تاجیکستان کمک برساند و این شرکت‌ها رو اونا آماده بدن آپارات‌هاش را از چین و از دیگر کشور دستور بدن بیاین و مواد خامی که در تاجیکستان است از این مواد خام برای استحصال کردن مسائل لازمه اینها اقدام بگیرن. اما وضعیت برق و تنگ آوردنی مشکلاتی را که با اونها میارن چه از مالیات از دیگر وضعیت باعث کرد که اینها این اقدام رو نکنن. حالا بیاید ببینیم که این وزارتی که اینقدر باید مهمیت داشته باشد که برای مردم تأمین بکند، مخصوصا برق را چنین تأمین بکند که یک جوانی که امروز میاد در خارج کشور در طول 5 سال 10 سال 100 هزار دلار ذخیره میکند و برمیگردد به تاجیکستان و میخواهد یک تجارت را راه اندازی کند، سرمایه گذاری کند در داخل وطن خود که دیگر به خارج بر نگردد، این زندگی مهاجری را ادامه ندهد یا حتی فرزندان این نفر ادامه ندهند، وزارت انرژتیک چیکار میکند؟ چی کارهایی را پیشنهاد میکند که یک انسان در طول فصلهای گوناگون بتواند با برق تامین باشد، نه تنها در فصل بهار و یا در فصل تیر ماه به برق تامین باشه و در فصل زمستان که سردی است دیگر آب کمرس باشد و در فصل تابستان که به اصطلاح وزیر انرژتیک به دلیل جمعه خب گرم است آب نیست و برق برای مردم ندهید وگر می شود به این درجه پیشرفت کرد. جوان را می شود توجه که یعنی توجهش را جلب کرد که بیاد سرمایه گذاری کند. مردمی که در خارج میان زیاد تلاش میکنن اونها پول دارن برای سرمایه گذاری کردن، ولی در کجا سرمایه گذاری کنن وقتی که اولین چیزی لازمه یعنی برق مهمترین چیز برای سرمایه گذاری برای سرمایه را بهتر ساختن یعنی داشتن برق مهم است، چون امروزه تکنولوژی همش با این برق کار میکنه. اگر این برق نباشد شما چگونه میتونید با وسایل پیشرفته جهانی یعنی تکنولوژی امروزه موادهای خامی که در تاجیکستان از او را بسازید و به مردم به فروش بگذارید؟ امکان ندارد. بر اساس همین این وزارت مهمیتش بسیار بالاست، مسئولیتش بسیار بالاست و اینجا باید شب و روز بالای این مسئله کار کرده شود.
ما تا امروز نتوانستیم با روسیه گفتگو کنیم همین سنگتودر فایزی که روسیه از ما میستاند را باطل بکنیم، که روسیه یک کشوری هست که دیگر توانایی گرفتن سنگتودر فایزش را ندارد از ما. اینها به ما جبران زیاد وارد کردن. چرا باید شوروی جدا شد؟ چرا باید تا امروز از سنگتودر روسیه پول بگیرد؟ برای چی؟ برای چی از آلومین زواد تا امروز پول بگیره؟ چرا فایز باید بستاند؟ به خاطر چی؟ مگر شوروی از همه ایمان نبود اگر این گونه عقیده دارن؟ پس مال ما هم در اونجا بود، اقتصاد ما هم در اونجا بود. پس اینا چه حق دارن که باید از ما فایز بگیرن؟ هزارها کارهای دیگه ای است که این وزارت ها باید انجام بدن. بیاید برای معلوماتی بیشتر به سامانه رادیوی آزادی میپیوندیم و این مطلب را از اینجا به سمت شما برسونیم. همونطور که شما در روی اکران خود میبینید، این وزیر انرژتیک توجیک دلیر جمعه است. بیاید ببینید که وزیر انرژتیک توجیک در همین نشست خبری که در روز اینجا در روز نشرش 3 ساعت پیش، یعنی همین روز نشر شده است، چی گفته است. دلیر جمعه وزیر انرژتیک تاجیکستان محدودیت برق را در فصل تابستان تصدیق نموده، سبب آن را تأثیر گرم‌های اخیر به تجهیزات انرژتیک دانست. در فصل گرمی هم مشکلات برق را در تاجیکستان امروز از زبان وزیر تصدیقیش را پیدا میکنیم و بازم شرم نکرده این مسائل را از زبانی میشنویم که میگه که در فصل تابستان تصدیق نموده، سبب آن را تأثیر گرمی های اخیر به تجهیزات انرژتیکی گفت. و در زمستان میگن که باد است، تاجیکستان کوهستانی است، باران زیاد است و این وسایل انرژتیک را خراب میکنند. و در زمستان چی مشکل، در تابستان چی مشکل دارید شما دیگر؟ بیاین این مسئله رو دوامش رو بخونیم. وزیر 25 ایول ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت در حقیقت مخصوصا در ماه ایول و قسما در ماه ایون در بعضی موردها محدودیتی بر جایش داشت، نوابسته از آن که اقتدارهای استحصالی انرژی برق بسنده بودن، از بس که هوا بسیار گرم بود تأثیر تکنولوژی به کار تجهیزات ها مخصوصا در شبکه‌های برقی رسانیده بود. به گفته دلیر جمعه محدودیت انتقال برق اساسا در ولایت سوق جای داشت و با کار در آمدن دستگاه‌های نو تأمین مردم با برق بهتر خواهد شد. شما میدونید که در ولایت سوق بیشتری شرکت ها در اونجا قرار دارند. یکی از شهرهای بزرگ تاجیکستان است که اهالی زیاد هم دارد. و شما فکر کنید که شما یک مغازه‌ای دارد که شما هر ماه چیکار میکنید؟ اجاره میسپارید، هر ماه شما قرضدار هستید باید بانک بسپارید، هر ماه شما باید مالیات بسپارید، هر ماه شما هزارها چیزهای گوناگونی داره در بسپارید، ولی یک هفته شما رو چیکار میکنن؟ با برق تامین نمیکنن و تمامی چیزهای شما با برق کار میکنید. ولی برق نباشه شرکت شما چیکار میکنه؟ شما یک ماه به مردم معاش میتید، یک هفته 2 هفته شما برق نداشته باشید، چگونه معاش مردم رو تامین میکنید؟ کارگرت را میگویی که بیرا فرزندایت را بگو که خب معاششان قطع شد، این 2 هفته کار نبود، برق نبود، من برای تو پول نمیدیم. بیرا و فرزندایت را بگو سنگ بخورن در این 2 هفته. میشه به این گونه پاسخ یک کارگر را قانع کرد؟ مثل اینه که دلیر جمعه در سطح وزیر میگوید که گرمی هوا ضرر رسان شد. خب ما را هم گفت برق سبب شد، نبودن برق سبب شد که من به شما معاش نمیتیم. اون کسی معاش نگرفته است به فرزندش بیاد که از جای کار با سبب برق برای من معاش ندادن و پول نیست، تو بیرو خاک بخو. مگر میشود این گونه با پاسخهای به منطق یک دیگر را سیر بکنیم؟ این امکان ندارد دیگر. و در کشوری که اون را دموکراسی، حقوق بنیاد و من میفهمم اینو آن نام میگیرن و پیشوای نجات دهنده سیاره دارد، مگر میشود چون این حالت به میان بیاید؟
سنجش درستی حرفای وزیر انرژی که از منبع‌های مستقل فعلا غیر امکان است. در آخر ماه ایون و اول ایول ده تن به رادیوی آزادی شکایت کردند که همه روزه از 2 تا 7 ساعت برق آنها را خاموش میکنند. چون این شکایت ها از پنجکن، دیوشتیج، وحدت، شهریتوس، فرخار و حتی شهرهای دوشنبه رسیدند. سوال اساسی ساکنان این بود که اگر بهانه قطع برق در زمستان کمبود بود اما در تابستان چرا برق را بریچه میدهند؟ وزیر انرژی تاجیکستان میگوید که حالا دیگر محدودیت‌های انتقالی برق نیست، ولی ساکنان شکایت دارند که قطع نیروی برق در بعضی محله‌ها تا حال به نظر میرسد. همه سال تاجیکستان در فصل سرما از ماه اکتبر تا ماه اپریل رجعی محدودیت انتقال برقی یا اینجا ما لیمیت محدودیت انتقال برقی را که در میان مردم به لیمیت مشهور است جاری می‌کند و دلیل آن را پس شدن سطح آب در آبانبار نیروگاه‌های نارک عنوان می‌کند. مردم در این دوره از کمبود برق و مشکلاتی وابسته به آن زیاد شکایت می‌کنند. اما مقامات میگویند که در فصل تابستان برق را بر زیاد استحصال میکنند و حتی آن را به افغانستان و ازبکستان و قرقیزستان میفروشند. طلبات سالانه تاجیکستان در عموم 19 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق را گفته می شود. طبق اطلاعات رسمی در نیمه اول سال روان در تاجیکستان 11.8 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولد شده است. اگر شما ببینید تاجیکستان در عموم 19 میلیارد کیلووات استفاده میکند، ولی ما در 6 ماه اخیر که نصف آن در زمستان بود 11 یعنی تقریبا حدود 12 میلیارد کیلووات چیکار کردیم؟ تولد کردیم. خلاصه این را جمع کنید تقریبا حدود 22 میلیارد کیلووات ما چیکار میکنیم؟ تامین میکنیم. و چگونه اینها نمیتوانند ما را تامین بکنند در حالی که ما سالانه ما 19 میلیارد کیلووات است. ما 22 تا 24 کیلووات میلیارد تولد میکنیم ولی 19 میلیارد را تامین کردن نمیتوانیم. با از اینجا و اونجا میزنیم به کشورهای دیگر میفروشیم. سرمایه در تاجیکستان از بین میرود. به خدا قسم به این وضعی که ما پیش میریم هیچ گونه دیگرگونی در ساحه انرژی که به میان نمی آید، در ساحه صنعت به میان نمی آید. صنعت مگر به چی پیش می رود؟ من پیشنهاد میکنم که در کوتاه‌ترین فرصت مردم تاجیکستان باید برای گرفتن پاسخ دقیق باید تلاش کنند، کوشش کنند، بر رسانه‌ها صحبت کنند. هر روز اگر تو برق نداری و شرکتی تو مینوس می رود باید بر رسانه‌ها صحبت بکنی، باید بیای صدایت را بلند کنی، حقت را از دهان شیر بگیری. دیگر حق من تو را کسی دیگر نمیآید بگیرد. حق گرفتن اساس عدالت است. برای برقرار کردن عدالت باید حق طلبی کرد. هیچ کس عدالت را این گونه برای من و تو نمیارد بدهد. این بود نشست خبر اولی وزیر انرژتیکا. یعنی من منظورم که در برنامه امروز ما صحبت کردیم در مسئله وزیر انرژتیکا. ما برمیگردیم به دیگر مسئله هایی که در اینجا وجود دارد. به تمام برادرانی که در پخش مستقیم ما هستن حدود 50 تا 60 نفر دوستان خواهش میکنیم که برنامه را لایک بگذارید و کامنتری بیشتر بنویسید و انشالله که بتوانیم برنامه را به مردم بیشتر برسانیم و این طریقتی برنامه را دیگران هم بتوانند ببینن و انشالله که فایدهش به دیگران هم برسد و کوشش کنیم تلاش کنیم در بیداری مردم کمک برسانیم تا اینکه مردم ما بتوانند حق خود را از این اون طرف بگیرند و به همون هدف اساسی که یک انقلاب مردمی در تاجیکستان است با اون انقلاب برسیم. وگرنه مطمئن باشید که پراکنده میگردیم و همین گونه که در همین وضعیت آخری که در غزه قرار دارد
همین گونه وضعیتی به ما رو خواهد داد، چون جنگ‌های اخیر می‌بینید که هر کشور تلاش می‌کند یک کشور دیگر رو غصب بکند و بالاخره مطمئن نیستیم که در آینده تاجیکستان با این حکومتی که ما میریم در این سیاست پیچیده گلوبالی یا اینکه جهانی چه جایگاهی خواهیم داشت. پس کمک کنین، لایک بگذارین، کامنتاری بنویسین و انشالله که پروردگار کمک بون میکنه تو اینی که به اون هدفی که داریم برسیم. برمیگردیم به دیگر مسئله که پیش اومد. دوستان گرامی و هموطنان عزیز، همونطور که شما در روی اکران خود میبینید در رادیوی آزیا پلوس قرار داریم. این اخبار ما از رادیوی آزیا پلوس به سمت شما میرسونیم، چون در رادیوی آزادی ما همونطور که شما دیدید از وزیر انرژتیک را آوردیم و اینجا برمیگردیم به دیگر مسئله. اینجا مخصوصا در مسئله فرهنگ است و ما زیاد میدونیم که در تاجیکستان متاسفانه مسئله فرهنگ، مسئله رفتار و اخلاق تاجیکستان در سالهای اخیر بسیار بسیار به شدت خراب شده ایستاده است و وضعیت ما تا اون درجه پایان فرآمده است که ما توانایی دفاع کردن از فرزندای خود رو نداریم. یک فرزند خردی امروزه تاجیک که پدر و مادر میخواهد فرزند خودش رو تربیت کنه، سری راهی او رو گرفته نمیتواند. این تو اون درجه را وضعیت رو بدتر کردن. این وضعیت چرا اینطور میشود؟ آیا ما نمیتوانیم فرزندان خود را تربیت کنیم؟ میتوانیم، اما چی سبب میشه که ما نمیتوانیم؟ یعنی کنترل تربیت فرزند رو از دست میدیم، چون رفتار اخلاق جامعه نشان میدهد که اگر جامعه چگونه‌ای باشد فرزند تو همون مثل جامعه میرود، نه مثل که تو میخوای. در خیلی وقتها ما میتوانیم بگیم که پدر و مادر ناعلم میگردن فرزند خود را تربیت کنند، چون دیگر در مکتب میرود در دست دیگران میخورد، بیرون میبرد در کوچه دیگران را میبیند، تلویزیون در دست امروز حکومت است، وسایل اخبار عامه امروز در دست حکومت است، بلاگری که امروز در دست بی سواد و نمیفهمم بی رفتار بی اخلاق شده است. اونها همه تاثیرگذار نسلی هست که ما میخواهیم رو تربیت کنیم، یعنی فرزندان ما. پس این مسئله یکی از مسئله های مهمی جامعه است که باید جامعه را سری راه، یعنی خراب شویش را سری راهش را بگیریم. چگونه سری راهش را میگیریم؟ وقتی که در وزارتی فرهنگ ما چنین شخصیت ها می نشینند. بیاین این وضعیت رو میخونیم، بعدا برمیگردیم به تحلیلی که ما میخوایم این مسئله انجام بدیم. تنظیم فعالیت بلاگران، لباس های توصیوی، مشکلات کتابخانه محلی. در نشست مطبوعاتی وزارت فرهنگ قدم به مسائل بررسی گردید. امروز 21 ایول در وزارت فرهنگ تاجیکستان نشست مطبوعاتی دایر گردید. دستور عمل برای تنظیم کار بلاگران، کتاب توصیه لباس های ملی، وضعیت کتابخانه های محلی و ترتیب بازدید از آثارخانه از مسائل مهم بودند که در این نشست بررسی شده بودند. اکثر بلاگران سواد کافی ندارند. وزارت فرهنگ با قانونی در باره اطلاعاتانی و کدکس نوی وسایط‌های اخباری عامه بندی پیشنهاد کردند که به فعالیت‌های بلاگران دخل دارد، اما محتوای این بند چی است آشکار نشد. این چنین ذکر کردید که از جانب وزارت فرهنگ توسط گروه‌های کاری برای پیشگیری حقوق ویرانکنی هنرمندان غیر کسبی و بلاگران دستورالعملی تهیه شده است و حالا در بررسی قرار دارد. بختیار حمیدوف مشاور وزیر فرهنگ در بخش اطلاعاتی گفت از بس که بلاگران سواد کافی ندارند، معیار زبان را نمیدانند، جاری نمودن محدودیت به فعالیت‌های آنها میتواند باعث از فعالیت دست کشیدن اکثر آنها گردد. از این رو در این سمت احترامانه فعالیت ادامه دارد. اکثر بلاگران در تاجیکستان سواد کافی ندارند و معیار زبان را رعایت نمی‌کنند. بلاگران باید کانتنتی معین داشته باشند، اما اکثر آنهایی که ما امروز بلاگر مینامیم خودشان معرفی میکنند. هر کی هر هنری دارد نمایش میدهد، یکی حقارت میکند و کسی چهره اش را معرفی میکند، گفت او. وزیر فرهنگ ذکر کرد که امروز در کشور اساسیه بلاگر فعالیت میکند و با وزارت فرهنگ از این نهاد چند پیشنهاد نیز وارد شده است، ولی محتوای این پیشنهاد آشکار نشد. همونطور که شما میدونید
یک پیشنهاد نوی از جانب بلاگرانی یعنی اساسیت به اسم اساسیت بلاگران نشر شده بود که در اونجا البته نسبتی بدرفتاری بلاگران صحبت میشد، حرف میزد، ولی بازم چندین پیشنهاد دیگر در مقابل مخالفان انجام داده بودند که حالا بگذار همون حرفایی که کلا زدن بگذار در مقابل ما هم قبول کنن، ولی همین بد اخلاقی که میکنن اون نقطه هاش قبول کنن بسیار خوب و عالی میشود. ولی من اینجا عین حال براتون میگم که همین نشستی که عین حال شده، اگر در نشست آخر سال همین وزارت این باره بر بگردد به همین مسئله، مطمئن باشید که اگر پیشنهاد کنند چه مسائلات یعنی سوال کنند که قبول شد، مطمئن باشید که پیشنهاد همین اساسیت بلاگرها به همین وزارت تنها همون نقطه‌هایش قبول می شود که در مقابل مخالفان گفته شده است، دیگر نقطه‌هایش قبول نمی شود. چون سری راه بد اخلاقی را این حکومت گرفته نمیتواند، چون خود بد اخلاق است. وقتی باید نهاد دولتی میری به جای محترمانه با تو صحبت کردن به تو حقارت میکنند، به جای خواهرانه، برادرانه و هموطنانه، پدرانه برای تو صحبت کنند، از تو چیکار میکنند؟ اگر دختر باشد از تو طلب جنس یا که طلب اون فحشا میکنند. اون روز یکی از بچه ها به من صحبت میکرد، گفت که وقتی به ورزاب میروی 99% از مردانی که به ورزاب میرن کارمندان حکومت هستند، پلیس دیگرش با دخترهای گوناگون. این دخترها کی هستند؟ از همین مهاجرای مهنتی که در روسیه دارایی ندارن، اذیت میکشن، آزار میکشند و در اونجا یک پلیس، یک بدبخت، چون اینا کم بغل هستن و دارایی ندارن که بتونن عائله‌شون نگاه دارن، به این اون کار بد دست میزنن، یا که نمیتوانن خودشون در روسیه گشتن فرزندایش را درست تربیت کنن، یعنی بد اخلاق میکنن و بعد از بد اخلاق کردن میبرن این طرف و اون طرف. اینا آشکار نمیان بگن که من چگونه فرزندی تو را تربیتش را خراب میکنم، در رو دیگه پنه نمیگوین، بلکه پشت پرده با فرزندی تو این کارو میکنن. برای همین این مسئله ای را که ما گفتیم 6 ماه اخیر باز به همین مسئله بر بگردیم، یک بار نگاه کنیم که چیکار اینا انجام میدن. ذکر کردن به مورد است که فعالیت بلاگران تاجیکستان پیوسته تنقید و در اکثر حالات به زبان کاسته و محتوای خراب آنها ایراد گرفته می شود. وزارت کارهای داخلی هم هر سری چند وقت از بازداشت مجازات به نام بلاگران خبرها نشر می‌کند. علاوه بر این کمیته انداز در هر سال رویخط بلاگران را که انداز پرداخت نمی‌کنند انتشار می‌کند. برای که اجازه هست، برای که نه. مطلوبه ستاریان وزیر فرهنگ تاجیکستان به سؤال رادیوی آزادی در رابطه با اجازه داشتن این کدام هنرمند برای دایر کردن کنسرت در تالارهای کاخی باربد و تئاتر اپرا بالت به نام صدرالدین عینی گفت چنین رویخط وجود ندارد. چنین رویخط و حتی چنین مفهوم وجود ندارد. آنها متخصص دولتی هستند و هر کسی که اقتدار دارد مراجعت میکند. گفت وزیر فرهنگ تاکید کرد که به این نهاد یگان نفر مراجعت نکرده است و سوال تکراری این رسانه درباره تلاش جانبین مراد آوازخوان تاجیک که 4 ماه این جانب میخواست در تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی کنسرت برگزار کند، وزیر پاسخ داد که از نام او مراجعت وارد نشده است. این خبر اساسی واقعی ندارد. من واقف هستم که فاروق حسن مراجعت کرد، اجازت گیری و کنسرت شد و این نمود دیگر درخواست نبود، توضیح داد او. یادرس میشویم که در نشست سال پیش نیز مسئله دریافت اجازه‌نامه برای گذاشتن کنسرت در کاخ باربد را به بحث کشیده بودند. وزارت در پاسخ گفته بود که یگان محدودیت نیست، ولی ارزش برگزاری یک کنسرت در تالار مذکور 350,000 سومانی است. دو آوازخوان معروف تاجیک، شبنم تاج‌الدین و سراج‌الدین فاضلov سال پیش در برنامه ناگفته‌های آرزو ایسویی که در یوتیوب نشر شد گفتند بودند که برگزاری کردن کنسرت در کاخ باربد اجازه نیست. خب شما همونطوری که میبینید وزیر متاسفانه دروغ میگوید، یعنی وزیر دروغ میگوید، در جانبی که
دیگران میگویند که اجازت نیست، وزیر میگوید که ما محدودیت نداریم، لیستی محدودیت جوری شدگی نیست، این مسئله ها اصلا وجود نداره. در این بالا رو همونطوری که شما دیدید بازم برمیگرده به اون مسئله ای که ما در بالا ذکر کردیم. فقط بد اخلاق ساختن جامعه، دیگر کاری رو انجام نمیدن. وگرنه حالا دوامش رو بخونیم بعد برمیگردیم به تحلیل. ما برمیگردیم در مسئله لباس. کتاب لباس های توصیوی کی نشر می شود؟ کتاب لباس های توصیوی کی نشر می شود؟ در وزارت فرهنگ گفتن که کتاب توصیه لباس های ملی تاکنون نشر نشده است. در نشست خبری این نهاد سبب تأخیر نشر آن را با وارد کردن بعضی تغییرات جزئی ربط دادند. خورشید ناظمی سردار ریاست رشد فرهنگ گفت وزارت وابسته به آموزش جنبه‌های تاریخی لباس‌های ملی در گروه‌های کاری از حساب عالمان ساحه تأسیس داد و کتاب در حجم 450 صفحه آماده کرده برای بررسی به وزارت اداره‌ها پیشنهاد کرده است. عین زمان با نظر داشت تغییرات بعضی جزئیات در دیزاین لباس‌ها در کاربری قرار دارند گفته بود. مسئولان این بار هم دقیق نگفتند که کتاب توصیه لباس‌های ملی کی دستوری عمومی می شود. وزارت فرهنگ پیش از 1 سال است که از آماده کردن کتاب مذکوری حرف میزند و میگوید که توصیه است. با گفته مسئولان وزارت فرهنگ در کتاب مذکور پوشیدن لباس در کوچه در روزهای استراحتی در جشن و مراسم توصیه می شود. در نشست قبلی از وزارت گفته بودند که دستورالعمل توصیه لباس‌های ملی مردانه و زنانه را آماده کردند که از 16 باب عبارت است و به زودی نشر دسترسی اهالی خواهد شد. ببینید تو اونجا اینا پس فرآمدن که میگویند که ما یک دستورالعمل توصیوی ایجاد کردیم و این دستورالعمل توصیوی در ساحه لباس پوشی مردم باید به مردم پیشنهاد کرده شود و این کتاب را طول چند سال می شود ما امروز نشر میکنیم، فردا نشر میکنیم، پس فردا نشر میکنیم و هر روز در کوچه های پایتخت کشور و دیگر منطقه های گوناگون مردم را منع میکنند و با اونها توهین میکنن که این لباس شما در تن داره لباس ملی نیست و لباس مردم تاجیک نیست و لباس عرب است، لباس ترک است، لباس ایرانی است، در حالی که چند سال اخیر همین بدبختایی که لباس ایرانی را بد میگفتن امروز با ایران بهترین رفت آمد را دارند. ایرانی ها را با همون لباس های ملیشان در فرودگاه پیشواز میگیرن، یک روز برایشان هتل بی پول یعنی مهمانخانه بی پول میتین. اینها این کار را میکنن حکومت، ولی میگن لباسی اونها را چیکار میکنن نادرست و نمیفهم در تاجیکستان برایشان جریمه ایجاد میکنه. آخه این دروغگویی تا بکای. اگر میخواهید که یک دستورالعمل دقیق وجود داشته باشد او را همون پیش از آنه که شما با این کار شروع کنید کسی را جریمه کنید، کسی را دستگیری کنید، اول باید اون دستورالعمل نشر شود که مردم بدانند که در کجا ما را جریمه میکنند و در کجا نمیکنند، در کجا جرم است و در کجا جرم نیست. این مسئله رو مردم باید درک کند و بعد برود بپوشد یا نپوشد، بعد مطمئن شود که اینجا مرا جریمه میکنند یا نمیکنند. باز میگوید این دستورالعمل توصیوی است. اگر توصیوی است وزارت فرهنگ گوه میخورد که در بیرون در خط کوچه ها و بازارها لباس های مردم رو منع میکند. شما گوه میخورید لباس های مردم را روسریایشان رو از سرشان میگیرید. شما گوه میخورید ریشی مردم رو میتراشید. اگر توصیوی باشد مردم توصیه شما رو گوش کنن شما چیکار دارید به مردم؟ پس در بازار کارون یادمون هست یک مادری که سن سالش از 50-60 بالا بود در قد کوچه بازار با لباس اسلامی بود دستگیرش کردن. ما دیدیم که چه حالت رخ داد. اگر توصیوی باشد این حالت ها چرا به نمایش گذاشته می شود؟ آیا شما به جوابگری کشیدید کسی که اون مادر را در اونجا اذیت کرد؟ این حرفای شما همش بهتان زدن، تهمت زدن برای این ملت است. شما هیچ وقت توصیه نمی کنید. توصیه شما فقط برای رسانه هاست که ما اینجا توصیه میکنیم. وقتی که یک بلاگر میآید مادر یک کس دشنام میکند، هیچ محتوا ندارد نوارش، زبانی رسمی دولتی را اصلا رعایت نمیکند،
هیچ اخلاق حمیده ای ندارد و او رو میایه چیکار میکنید؟ بازم سرمایه گذاری میکنید، بلاگر اسستش باز میکنید، پس اسستش باز میکنید و هیچ عملیه هیچ چاره ای نمیاندیشه در مقابل او. ولی یک خانم لباس اسلامی پوشید، او را در کوتاه‌ترین فرصت پیدا میکنید و او را چیکار میکنید؟ جریمه میکنید. یا یک مخالف تاجیک، یک فرزند تاجیکستان یک انتقاد نسبت همین حکومت کرد، فردا در خانه‌اش در تاجیکستانه. اینم عیب و شرم است دیگر به خدا. توصیه کردید کافی است دیگر به توصیه. چرا شما باید اجبار کنید مردم را؟ وقتی شما در روی همین اکران میبرید در مابین 10 میلیون اهالی تاجیکستان دروغ میگوید، مردم شما را کجا دیگر باور کند؟ در خط کوچه و بازار مردم را منع میکنید و اینجا میگوید که این کتاب توصیوی است ولی اولی نشر میشود. مردم این لیستی توصیوی شما را از کجا پیدا کنند؟ کجاست این معیار لباس ملی؟ لباس ملی اصلا یعنی چی؟ خودی همین نفر مگر با لباس ملی تامین است؟ مگر همین لباس ملی است؟ این کتی شلوار مگر لباس ملی است؟ از کجا این کتی شلوار را آوردید؟ استحصال کدام کشور است؟ یا لباس ملی فقط باید برای زن، برای بی ابرو کردن زنی مسلمان باید باشه؟ معیار زبان رو باید معین کنید دیگر، معیار لباس رو باید معین کنید دیگر. برای اساس ملت معیار زبان باید مهم باشد، انجام نمیدید. آمده لباس ملت رو دستگیر کردید. چرا؟ چون مردم به گفت شما انجام نمیدید. مردم مسلمانان میخوان لباس دینی داشته باشند. شما چیکار دارید به دینی مردم؟ شما چیکار دارید به لباس پوشی مردم؟ مسلمان ها رو تا اون درجه بی سواد کردید که نمیتواند امروز با لباس دینیش مدارس مکتب برود، با لباس دینیش دانشگاه برود. شما بی سواد کردید. شما این به اینجا آورده رساندید این جامعه رو. بیا این مسئله تئاتر رو، این دیگر فکر کنم که مسئله ای که در دوام این وزارت آمده است برای ما مهم نیست. اما تا اینجا شما ببینید وزیر فرهنگ با این لباس با چی آمده است. ببینید مطلوب خان ستاریان، همطور شما میبینید مطلوب خان لباسهایش به اصطلاح خودش ملی است. من از شما بینندگان میپرسم، من اینجا کسایی که ما رو تماشا داره، شما تا کجا لباس همین شخص رو ملی میدانید؟ آیا لباس همین شخص ملی است؟ آیا مادر شما همین گونه لباس میپوشد؟ من از شما سوال میکنم، در کامنتر پاسخ بدید. آیا مادر شما همین گونه لباس میپوشد؟ یعنی وزیر فرهنگ با این گونه لباس بر رسانه می آید و میگوید که ما به مردم توصیه لباس کردیم. شما بگویید که کجای لباسی همین وزیر ملی است؟ در کدام عصر زمان مادر تاجیک چنین لباس پوشیده است؟ یک از نمونه مثالش را برای ما بیارید. اصلا لباس یا خودی هم با تاجیک اصلا معلوم، اصلا میشناسم این تاجیک است یا نیست. من همین این زن را اگر در قد کوچه و بازار اروپا، روسیه و دیگر جا ببینم، میفهمم که همین لباس ملی تاجیکی بدن دارد. من همین وزیر را اگر در خارج ببینم میفهمم، باز وزیر فرهنگ، من میفهمم که لباسی تاجیکی دارد. شما میفهمید که همین مادر، همین زن لباس ملی تاجیکی دارد. شما میفهمید، شما میشناسید. تاجیک بودن همین رو اگر همون بیرق تاجیکستان اونجا نمی بود، تاجیک بودن همین من شک میکردیم دیگه. میگفتیم این شاید یگان خارجی اروپایی، امریکایی اومده است در تاجیکستان و ما نشستی خبری میگذراند.
فرهنگ ما از امریکا، از روسیه، از اروپا از کجا می آید؟ این چگونه فرهنگ است؟ مگر مادر تاجیک لباسش همین بود؟ کدام سال همین بود؟ در کدام تاریخ؟ در کجا گفته شده است؟ مگر همسر لایق شیرعلی همین گونه لباس دارد؟ شما بیاید برای ما یک بار معین بکنید خیر، اول خود اون لباس رو ببر کنید. اگر شما این لباس وزیر را، همین لباسی که در تن دارد، همین را اگر شما ملی بگویید، توف به این گونه لباس ملت. اگر شما همین را لباس ملی بدانید، بس توف به این لباس. اگر توصیه شما همین گونه لباس باشد، توف به همون توصیه‌تان. هیچ وقت مادر من، خواهر من، همسر من، دختر من چنین لباس شما را نمیپوشد. به خدا قسم عیب است، به خدا قسم شرم است، به خدا قسم شرم است. اگر ناموس مردانگی وجود داشته باشد در همین حکومت، باید واقعا به استعفا برود و حد امکان به گفتارهای همین وزیران و دروغگویانش اهمیت بدهد که دیگر واقعا شرمنده کرده. گپش دروغ، لباس پوشیش دروغ، کارکنیش دروغ. نمیفهمم چی کار اینا راست میکنن. کدام مادری تاجیک چنین لباس پوشیده بود؟ اینش رو من بار اول میبینم. اینجا برمیگردیم به مسئله دیگری که در همین نشست‌های خبری نشر شده بود. فکر میکنم که در مسئله فرهنگ کافی است اینقدر صحبتی ما و دوستان اگر چیزی گفتنی باشند میتونند به برنامه پیوست بشوند و فکر نظر خودشان رو در برنامه بگویند و اگر که دوستان میخوان یک ببخشید من کمی اگر دوستان دیگری میخوان نظریات بنویسن که من نظریات اونها رو بخونم، سوال دارم مرحمت میتونن نظریات بنویسن، سوال کنن، انشالله که با مروری یعنی زمان و وقت فرصت انشالله که پاسخ میدیم. ما برمیگردیم به نشست خبری دیگری که در همینجا نشر شد و کوشش میکنیم که کوتاه‌تر بگیریم برنامه رو، ولی به هر صورت و قدر توانایی در برنامه در خدمت شما قرار میگیریم. خب همونطوری که شما میبینید دوستان و هموطنان عزیز، در مسئله زیارت حج، نارسایی کادرها و رسانه‌ای کردن دایره منصبداران در نشست خبری آژانسی خدمات‌های دولتی چی گفتند؟ زمانی به زیارت حج رفتن مقامدار دولتی، دارایی آنها و از وظیفه‌ها اشغال کردن آزاد نمودن کارمندان مقامات دولتی از مهمترین نقطه بود که ضمن نشست مطبوعات آژانسی خدمات دولتی بررسی گردید. نشست مطبوعات این نهاد روز 21 ایول دایر شد. ایلیاس ادریس‌زاده دیرکتور آژانسی خدمات دولتی به سوال خبرنگاران عاید به اجازه زیارت حج کردن مقامداران دولتی پاسخ داد که بهتر است آنها پس از نفقه برآمدن به زیارت حج روند. خدمات دولتی باید وظیفه خودش را اجرا کند. این فکر شخصی من است. وقتی در مقامات دولتی کار کرده، در خدمت دولتی کار کردی، باید صادقانه، صدقاً، شفاف و دولت و ملت خدمت کنی. بعد از آنی که به نفقه برآمدی از خدمت دولتی آزاد شدی، مرحمت رفتن گیرند. یعنی منظورش است که کسانی که در دولت کار میکنند باید حج نروند و زمانی که از کار تمام کردن میتونند به حج بروند. اما او علاوه کرد که قانون به زیارت حج رفتن خدمات دولتی را منع نکرده است، ولی هر یک خدمتگار دولتی باید وظیفه خدمتی خود را اجرا کند. ادریس‌زاده گفت که تا امروز در رابطه به حج رفتن مقامداران دولتی و در پایه آن از کار آزاد شدن آنها یگان شکایت نگرفته است. نورسی کادری در رابطه با نورسی خدمتیان دولتی، ادریس‌زاده گفت که در 6 ماه اول سال 2025 در خدمات دولتی کشور 4102 کارگر نمیرسد. به حساب میانه امروز به هر یک منصب حالا 0 از 10 6 داوطلب راست می آید. ابراز داشت او.
در عموم به خاطر به حالت 1 ایول سال جاری در مقامات دولتی و مقامات خوددارکنی شهرک دهات تاجیکستان 22711 واحد کاری هست که 18609 تای آنها اشغال شدند. الیاس ادریس زاده اعتراف کرد که حالت‌های در یک منصب زیاد کار کردن برخی منصبداران جای دارد، اما این نیز به نارسایی کادری بخصوص کارهای با تخصص وابسته است. خب دوستان گرامی، به دیگر این مسئله را زیاد ما عمیق نمی رویم، ولی مسئله که ما میخوایم بیان بداریم این مسئله کارکنان دولتی است. همونطور که شما میبینید رئیس این نهاد کوشش میکند که صداقت خود را به مردم نشان دهد. یعنی همونطور که میبینید در اینجا نقطه را ذکر کرد که باید کارگر به ملت و مردم صداقت داشته باشد. ببین میگه که هر یک خدمتچی دولتی باید وظیفه خدمتی خود را اجرا کند. خب در حالی که خود شخصیت ها خود را اجرا نمیکنند. ما همونطور که دیدیم وزیر فرهنگ با لباس ملی نیست، اون لباسی در بدن دارد لباس ملی نبود. هم حتی کارمندی وزارت فرهنگ تا لباس ملی نبود. کدام خدمتگار دولتی پس میتواند بگوید که لباس ملی دارد؟ ما پیش از آن درباره این مسئله صحبت کردیم اگر یادتون باشد، در مسئله دلیر جمعه وزیر انرژتیک که دروغ‌های شاخدار زیادی گفته بودن وزیر انرژتیک، که اگر دروغ‌های او را حساب کنیم به نظرم که ما یک 10 روز باید پخش مستقیم قرار بگیریم و هر روز دروغ‌های او را یته تحلیل بکنیم. بسیار دروغ‌های زیادی رو گفتن ولی هیچ کاری انجام داده نشد. خب برمیگردیم به این مسئله. رئیس کمیته تلویزیون یک از مسئله هایی که بسیار مهمه، چون در تلویزیون های تاجیکستان ما هم طوری که میبینیم متاسفانه فقط تعریف توصیف رحمانوف و دروغ‌های حکومت یعنی راست کرده اون نشر میکنن. همه کاری میکنن فقط باید راست کردن دروغ‌های حکومتداران و اونها رو درست به مردم شموریدن. همونطور که ناصر سعید رئیس کمیته تلویزیونی و رادیویی تاجیکستان میگوید که در تلویزیون تاجیکستان هیچ محدودیتی برای پخش سرودهای سراینده ها، خبر یا مرگ یا نکرولوژی ها درباره درگذشت شخصیت‌های علمی و فرهنگی و اشتراکی مردم به ریش در برنامه وجود ندارد. او در این باره روز 21 ایول در پاسخ به سوال‌های خبرنگار از پیروز در نشست مطبوعاتی این نهاد زیر رهبریش حرف زد. همونطور که شما می‌بینید میگه هیچ محدودیتی بوریش وجود ندارد، در حالی که در همین دولت، در همین حکومت کسی که اگر ریش داشته باشد به یگان نهاد دولتی کار کردن نمیتواند، در دانشگاه درس خواندن نمیتواند، مکتب رفتن نمیتواند، پس اون میتواند در تلویزیون با یک ریش بتواند صحبت کنه. شما کدامی از اینها رو میبینید کسی ریش داشته باشه؟ این حرفا منطق ندارد. قبلا هم در این موضوع مشکلی نبود و افیر آدمانی باسواد و متخصصان کسبی دعوت میشوند تا درست گپ زنند و تصور اسلوبی برنامه‌های هم خوب باشد، گفت ناصر سعید. او در مورد آنکه بعضی سراینده‌ها از پخش نشدن سرودهایشان در تلویزیون دولتی شکایت میکنند اظهار داشت که اگر موردهای مشخصی وجود داشته باشد هنرمندان میتوانند مستقیما به کمیته مراجعه کنند. این گفته‌های رئیس کمیته در حالی است که در گذشته وجود رویخط سیاه برای پخش سرودهای آذان تاجیک، پخش نشدن خبر مرگ شخصیت‌های معروف و به اشتراک این مردان ریشدار در برنامه بحث برانگیز شده بود. در مورد موجود بودن رویخط سیاه برای پخش سرود آذان‌های تاجیک چند سال این جانب بحث‌های وجود دارد. سرایندگان نیز از موجود بودن رویخط سیاه نگرانی دارند، ولی مسئولان میگویند که رویخط سیاه وجود ندارد. پول دهن منبر میدهیم. منظورشون اگر پول پرداخت کنند منبر میدیم. رهبر کمیته تلویزیون و رادیو در نشست قبلی این نهاد نارسایی متخصصان تکنیکی از جمله نواربردار، صدابردار، صداگذار و کم بودن ایده‌های جالبی که به طلب امروزه جوابگو باشند مشکل اصلی ساحه زیر رهبریش عنوان کرده بود. با گفته او ایده‌های ایجادکاران که نبضی با زندگی همسان بودند برنامه‌های تأمین کنند خیلی کمند، ولی دیگر نمایان باقی ماندند که این مشکلات ها حل خود را یافتند یا نه. دوستان گرامی، شما میدونید که در تلویزیون های دولتی ذوق‌بک سید امینی کار میکرد و برنامه خیلی جالبی داشت و اینجا میگوید که تنظیمگر و دیگر مسائل ها نمیرسد. شما در حالی میبینید که همون شخص بسیار تلاش میکرد
ولی برنامه‌هایش را نشر نمی‌کردند. بارها گفت که یکی از سبب‌هایی که من تلویزیون دولتی را ترک کردم این بود که برنامه‌هایی که من آماده می‌کردم بیکار بودن، نشر نمی‌کردند. من کارگر همین تلویزیون بودم، معاش می‌گرفتم، ولی برنامه‌های آماده می‌کردم که روی پخش مستقیم بروند، اجازه نشر نمی‌دادند، چون فکر من دیگر بود. من می‌خواستم اون واقعیت‌های مردمی را نشر کنم. برنامه‌های سید امینی مشهورن در اینترنت، از اینترنت از خانه پیرانسالان رفته بود، یک مصاحبه گرفته بود، یک فیلم آماده ساخته بود که خیلی مشهور بود در تاجیکستان. تاجیکستان رو تکان داد. یک نوار دیگری را بود زر از اینترنت روسیه گرفته بود، روس‌های تاجیکستان گرفته بود که فرزنداشون ترکشو کرده بودن، رفته بودن به روسیه و خودشون در اوج ایستاده بودن. اون که نه تنها تاجیکستان، حتی روسیه را هم تکان داد. برنامه‌ها اینگونه باید جلب کرده شود. ولی سید امینی امروز در زندان است. رئیس کمیته اینجا نشسته است، میگوید که هیچ محدودیتی برای نشر کردن برنامه‌ها موجود نیست و هیچ گونه باریش با این و آن نیست. برای ما کادر نمیرسد، کادر باشد، متخصص باشد، بیاد نشر میکنه. ولی کارگر خود همین تلویزیونی دولتی شکایت کرد، بعد از شکایت ها بردن زندانش کردن. رهبر کمیته تلویزیون رادیو در نشست قبلی خوندیم. خب این دیگر مسائلی که دوام خونده است برای اصل تلویزیون رادیو نه درخواستی شده است. خب دیگه این مسئله هاش مهم نیست. ما زیاد دیگر در این مسئله ها برنمیگردیم، بلکه میگذاریم به اوست. رئیس خدمات علاقه میگوید که نرخ اینترنت ارزان و سرعت آن تست شده است. کاربران چی میگویند؟ اسفندیار سعدالله رئیس خدمات علاقه امروز این نشست مطبوعاتی گفت که نرخ اینترنت در کشور ارزان و سرعت آن بهتر شده است. با قبل او در تاجیکستان حالا یگانه تعریفی با سرعت پستری از 5 مبایت وجود ندارد. اما کاربران از یپیلوس حالا هم از سرعت سوس و نرخ گران اینترنت شکایت دارند. اسفندیار سعدالله بر روزنامه‌نگاران گفت که تدریج ارزش میان اینترنت با سرعت 1 مبایت به 17.63 سومونی کاهش یافته. نرخ میانه 1 گیگابایت بسته اینترنتی موبایلی به 2.5 سومونی یا $25 ایمه رسانیده شد. روند مذکور ادامه یافته از 15 یولی سال جاری سرعت حد اقلی اینترنت به 15 مبایت برابر گردیده تا آخر سال جاری سرعت اینترنت به 30 مبایت و در 3 سال آینده این نشان داده به 100 مبایت رسانیده خواهد شد. ذکر کرده از رئیس خدمات علاقه. او افزود آنها که تعریف‌های اینترنتشان حالا از 5 پس میتوانند به شرکت‌های موبیلی خدمت رسانی شکایت کنند تا به مشکلشان رسانیده شود. در همین حال چندی پیش پرسش از یپیلوس از شرکت‌های موبیلی نشان داد که آنها تنها ارزش یک دو طرفای تغییر دادند و خلاص. به اطلاع از شرکت‌های موبیلی دسترس شده بعضی شرکت‌ها تعرفه‌ای تنها برای استفاده برندگان نو تغییر دادند، یعنی برای اکثریت مشتریان چیزی تغییر نیافته است. صرف نظر این در پرسشی که امروز 23 ایول از یپیلوس در شبکه‌های اجتماعی گذاران تا کنون بیش از 40% پرسش شدگان از نرخ گران و سرعت پس اینترنت شکایت دارند. بنا به این معلومات خدمات تعداد مشتریان که با شبکه تلکمونیکاسیون جمهوری وصل شده 8.3 میلیون نفر را تشکیل داده. 53 میلیون نفر آنها مشتریان فعال علاقه موبیلی می باشند. در رده‌بندی ماه اپریل سپید تست گلوبال ایندکس تاجیکستان از روی خط سرعت اینترنت ثبت شده نقل میان 155 کشور زینه 117 امور را کسب کرده است. سرعت میانه برگزاری 36.10 مبیت راست تشکیل داده است که از سطح میانی جهانی 98.3 کمتر است. این مسئله است که در مسئله علاقه همطور که شما میبینید در پیش از اونی که اسفندیار سعدالله رئیس این نهاد شود، رئیس این نهاد بک صبور بودن. شما بک صبور رو خوب میشناسید و میبینید که شاگرد بک صبور باز هم ادامه همون سپرتکل صبوریان رو ادامه داده ایستاده است و اون چیزی که در دوران بک صبور انجام داده میشد باز هم به وعده خالی و حرفای دروغین ادامه داده است و میگوید که ما سرعت اینترنت رو
یعنی خوب کردیم و کسانی که سرعت اینترنت یعنی از 5 پایان تر است میتواند به شرکت های خودشون زنگ بزنن و شرکت های موبیلیشون و شکایت کنن، اونها سرعت اینترنتشون بهتر میکنن، در حالی که خود ازیاپیلوس زنگ زده است به شرکت های موبیلی و شرکت های موبیلی به ازیاپیلوس گفتن که ما نمیتوانیم این کار رو انجام بدیم و تنها میتوانن چیکار رو انجام بدن، میتوانن فقط کسایی که از نو این سیم کارت میخرن اونها رو با این سرعت نو چور کنن، تامین بکنن، در حالی که این قدر نفر اونجا یعنی زیاده است. همطوری که خودی همین اسفندیاری سعدالله ذکر کرد، زیاده از 5 میلیون نفر در تاجیکستان فقط موبیل اینترنت یعنی اینترنت دستی دارن و شما چگونه میتوانید علاقه این 5 میلیون رو بگید که برای سیم کارتاتون یعنی خاموش کنید، شمارات رو از بین ببرید و از نو سیم کارت بخرید و اونم که در تاجیکستان ممنوع کردن یک نفر چند سیم کارت داشتن. خب شما میبینید که این وضعیت تا اون درجه را به دروغ وابسته است که هیچ پیشروی در این سوال متاسفانه دیده نمیشه. ما برمیگردیم به نشست دیگری وزارت، چون وقتی ما کوتاه‌تر از کوشش میکنیم که زیاد طولانی نباشه. خب ما برمیگردیم به وزارت تندرستی و کوشش میکنیم که از وزارت تندرستی این اخباری که نشر میشود به سمت شما بخونیم. پیش از 50 طبیب در 6 ماه اخیر به مهاجرت رفتن ولی این روند کاهش می‌یابد. وزیر تندرستی گفت که سالهای پیش تا 600 طبیب به مهاجرت میرفتند. در 6 ماه سال 2025 در تاجیکستان 51 طبیب جای کار خود را ترک کرده با مهاجرت رفتن ولی صرف نظر از این روابط مهاجرشوی طبیبان کاهش یافته است. در این باره جمال الدین عبدالله زاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی حالی امروز ضمن نشست مطبوعاتی اطلاع داد. عبدالله زاده گفت در این دوره در جمع 655 طبیب به کار قبول گردیده 508 طبیب ساحه را ترک کردند. با گفته او از 508 نفر 40 کس به نفقه برآمدند، 24 تن دیگر فوت دیدند، باقی مانده به قول او از یک بیمارخانه به بیمارخانه دیگر گذر شدند. جمال الدین عبدالله زاده گفت که از 51 نفر، خب این به نظر تکراری است. همچنان او ادعا کرد که 51 نفری که مقصد ترک ساحه کردنش را مهاجرت گفته شد برای آموزش کورس‌های 2 ساله و 3 ساله به دیگر دولت ها سفر کردند. عبدالله زاده اظهار داشت که سال از سال مقصد مهاجرت ساحه را ترک کرد، یعنی طبیبان کاهش می‌یابد و در مقایسه با سالهای پیشین که در یک سال تا 500 طبیب به مهاجرت مهنتی می‌رفتند این امور خیلی کاهش یافته است. او سبب کاهش سطح مهاجرت طبیبان را بهتر گردیدن شرایط کار در بیمارخانه‌های کشور را بالا رفتن معاش آنها عنوان کرد. با بهتر کردن تامینات بیمارخانه‌ها با تجهیزات طبی البته مهاجران مهنتی به دیگر دولت‌ها کمتر می‌شود. سبب دوم این بلند شدن معاش وظیفه‌های طبیبان است، گفته است عبدالله زاده. نارسایی کادری با گفته وزیر تندرستی امروز در ساحه طبی کشور 1600 متخصص نمی رسد. در این حال است که تنها سال جاری 2945 نفر دانشگاه طبی کشور را ختم کردند. اگر حداقل 50% دانشجویان به مکتب‌های عالی طبی کشور ختم کردند به کار روند، مشکلات نارسایی کادری اهالی خوبتر می‌یابد، گفته است عبدالله زاده. شما ببینید مشکلات در اینجاست که گفته وزیر، یعنی من برای چی میگم که وزیرای ما متاسفانه شاید یک ساحه علم داشته باشن ولی ساحه دیگه شون متاسفانه اونقدر ضعیف است که نمیدونن در اول چی گفتن و در پایان چی میگن. ببینید در این بالا میگوید که ما چقدر کادرمون نمیرسه، کادر طبی مون نمیرسه، شرایط و معاش رو ما آماده کردگیم، بهتر ساختن تکنولوژی جدید در بیمارستان ها و علاوه بر این بلند برداشتن سطح معاش باعث کرده که نمیروند مردم به مهاجرت. ولی بود در پایان میگوید که در کشور ما 2945 نفر فقط دانشگاه طبی را تمام میکنن، یعنی ما در هر سال در تاجیکستان حدودی تقریبا 3000 نفر طبیب تربیت میکنیم.
ولی از این 3000 نفر که 2000 و چند نفر یا 1000 و چند نفر در بیمارستان ها نمیرسد، ما همون را تامین کرده نمیتوانیم. پس حرف وزیر منطق درستیش در کجا تامین کرده می شود؟ این کادرها کجا می روند؟ باید ما هر کادری که در این دولت ساخته می شود، آموزانده می شود، باید ما ببینیم که اون کجا می رود، در کدام کشور کار می رود، به کدام ساحه می رود، می پیوندد. این رو باید ما مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم که بدانیم که طبیبان ما چیکار میکنن. پس میایم با بهانه میگویم که کادرها نمیرسن. وضعیت رو معین کنید دیگه، جای کار رو درست‌تر کنید، معاش رو بالاتر بردارید، فساد نگیرید که مردم برن کار کنند. با اطلاع او در منطقه های دوردست کشور اکثرا طبیبان اولوی اینچنین متخصصان ساحه نرکولوژی و سیلشناسی، رنیولوژی ها و در بعض مناطق طبیبان بیماری‌های زنانه و جراحی نمیرسد. وزیر تندرستی میگوید که برای برطرف کردن کمبودی‌های مناطق دوردست از حساب طبیبان ولایتی رویخطی تشکیل داده شده است و آنها طبق ترتیب در نوبتداری میکنند. اینچنین ما با بعض ناحیه‌هایی که نارسایی کادری دارند توصیه میدیم که اگر مثلا به رنتگنولوژ نیاز دارد میتوانند از حساب متخصصان بخش جراحی یا شکست بندی تامین کنیم. آنها در کورس‌های تکمیلی اختصاصی آموزش گرفته بعداً اینچنین متخصصی همان ساحه‌ای که نیاز است فعالیت میکنند، گفت او. وزیر تندرستی ذکر کرده است که امروز در جمهوری 22350 طبیب و 63783 کارمند میانی طبیبان فعالیت میکند. 6 ماه پیش گفته میشد که در نظام تندرستی زیاده از 22000 طبیبان و 63000 کارمند میانه طبی فعالیت میکند. شما دارید میبینید دوستان، متاسفانه وزارت تندرستی هم بسیار دروغ‌های زیاد میگوید و متاسفانه کارهایی میکند که این وزارت نه تنها به مردم سلامتی میبخشد، به مردم متاسفانه یعنی کسلی و بیماری بیشتری میدهد. من زیاد موردهای را، شکایت‌های را از مردم تاجیکستان میشنوم که در بیمارخانه تاجیکستان امروز دکتر میآید، از تو را میبیند و میگه فلان کسلی داری، فلان مریضی و یک داروهای گرانی را برات مینویسن، میگوید برای از فلان جو بخر. پس بازم دستور میتید که از فلان که داروخانه باید برای بخر و تو میروی از اون داروخانه ای را میخری میاری و این نفر شکار میکنند دیمورین داروها را میبرند میسپرد و از اینجا شکار میکند فساد میگیرد. و ده ها کارهای دیگری که مثلا داروهای بیجا و بدون تحلیل و تشخیص و چکار میکنند، میاد تو رو میبینند میگوید فلان دارو را بخر و نه تحلیل کرده است و نه تشخیص کرده است، یا اون دارو با اون بیمار و اون مریض ضرر میرساند و این متاسفانه همین گونه مریضیش بیشتر میشود و بیشتر میشود. متاسفانه چون این حالت ها زیاد است. ولی انشاءالله امیدوارم که وضعیت ها تغییر مییابد و مردم تاجیکستان این چیزها رو در نظر میگیرند. ما برمیگردیم به مسئله تاجیک ایر. دوستان عزیز و هموطنان عزیز، همونطور که شما همونطور که میدونید تاجیک ایر یکی از شرکت های دولتی است که 10 سالها در تاجیکستان فعالیت میکرد و وقتی که این شرکت مشکلات های خارجیش به میان آمد که از کسی قرض گرفت، از شرکت لیتوانی، و اونو شکایت بردن و صورت حسابای این شرکت رو در خارج قطع کردن و این شرکت دیگر نتوانست سفرهای خارجی رو انجام میداد و حکومت رحمانوف نخواست که این شرکت دوباره بر بخیزد از زانو و کار کند که به بوج کشور فایده بیارد. به جای این شرکت خصوصی سون ایر رو تشکیل کرد به نام فرزند دومش که این شرکت از حسن اسدالله‌زاده نام بر کرده می شود، ولی ما میدونیم که از خود عمری رحمانوف است، یعنی فرزندانی او است و این شرکت جایگزین تاجیک ایر شد و اون شرکت شما همونطور که میدونید دولتی نیست، اون شرکت خصوصی است و ما حاضر میبینیم سفرهای
رسمی مالی رحمانوف هم به همین شرکت انجام داده می شود، در حالی که این شرکت خصوصی است و نباید که شرکت سمون ایر سفرهای دولتی رو انجام بده. از شرکت خصوصی است باید کارهای خصوصی بکند. اما ما میبینیم که در جای تاجیک ایر شرکت سمون ایر گرفته است، سمون ایر خصوصی است و هیچ بوجی به دولت ما و کشور ما از این شرکت نمیرسد. اما تاجیک ایری که مال مردم بود و دارایی مردم بود، متاسفانه از طریق دزدان فروخته شد، دزدیده شد، برده شد و تا امروز مشکلاتش حل کرده نشد. و حالا اخبارها رسیده است که این شرکت مشکلاتش حل کرده شده است. بیا از رادیوی آزادی کمی این مسئله رو بخونیم، گوش کنیم. تو امروز از شرکت اسکای لیزینگ قرض ندارد و پایان یک دردسر کلان برای شرکت تاجیک ایر. این خلاصه صحبت‌های پرویز شادمانزاده رئیس شرکت بود که میگوید بعد مذاکرات طولانی با شرکت لیتوانی اسکای رود لیزینگ سازش کردند. طبق آمار رئیس شرکت، تاجیک ایر از اسکای رود لیزینگ 36.6 میلیون دلار قرضدار بود. دو طرف اکنون به توافق رسیدند. در اساس شرطنامه و سازشنامه عرفی طرف‌ها گذشت‌های متقابله کردند، از جمله جسکا تاجیک مبلغ حساب برآوردنی را به صورت حساب بانکی اسکای لیزینگ انتقال داد و شرکت اسکای لیزینگ از تمام دعوای منبعد از دو حالنامه سودی سال‌های 2014 و 2018 و شرطنامه‌های اجرای هواپیمای سال 2009 بسته شده برمی‌گردد دست کشید. اما رئیس تاجیک ایر نگفت که در عوض سازش با شرکت اسکای رود لیزینگ چقدر مبلغ دادند. مدیر تاجیک ایر ماه ینوار امسال گفته بود 500,000 دلار رو به حساب اسکای رود لیزینگ گذراندند و قرار است 1.5 میلیون دلار دیگر رو پرداخت کنند. شرکت اسکای رود لیزینگ درباره سازش با تاجیک ایر رسما خبر نداده است. بحث تاجیک ایر و شرکت اسکای رود لیزینگ از سال 2013 ادامه دارد. اسکای رود لیزینگ دعوا داشت که کارشریک تاجیکش باید 20 میلیون دلار پردازد. مسئولان شرکت تاجیک ایر این دعوا را قبول نداشتند. حالا مدیر تاجیک ایر میگوید با پایان این بحث راهشان برای برقرار کردن پروازها هموارتر میشود. پس از حل نهایی این بحث منبع در مورد مال و ملک و صورت حساب‌های بانکی جسکا تاجیک ایر در خارج کشور در هیچ گوشه و کنار جهان حبس، محدودیت و گرانی دیگر وجود ندارد. حبس از هواپیمای بوینگ 737 رقم ثبت 444 که مالکیت جسکا تاجیک ایر میباشد برداشته شد. این هواپیما در سال 2019 در حالت کارشایان قرار داشت ولی در فرودگاه بین‌المللی بنوک و شهر روسیه به حبس گرفته شده بود. هواپیماهای تاجیک ایر از سال 2019 پرواز نمی‌کنند. این شرکت از تیر ماه سال 2024 پروازهای محلی را از دوشنبه به خاروخ، پنجکین و کولاب آغاز کرد. با وجود پایان یک بحث اساسی معلوم نیست تاجیک ایر کی پروازها به خارج کشور را از سر میگیرد. همونطور که شما میبینید دوستان گرامی و هموطنان عزیز، متاسفانه این مسئله تا اون درجه سخت شده است که شرکت ها تا حالی هم مشکلات اقتصادی را حل نکردن و این شرکت دولتی اگرچه طول از 2013 در مشکلات روبرو شده بود، بعد از سال 2019 که دیگر پروازهایش کاملا قطع کرده شد، دوباره پروازهای داخلی رو از نو گرفت ولی پروازهای خارجی تا حال از نو گرفته نشده است. ولی همونطور که میبینید رئیس این شرکت میگوید که دیگر مشکلاتی ندارد و ما میتوانیم پروازهای خارجی رو سر بکنیم. ولی همونطور که شما میبینید این شرکت دولتی است و نفع به حکومت رحمانوف نمیاد، این نفع به مردم و ملت میارد و بوج این به ملت میارد. همونطور که دیدید تمام هواپیماهای این شرکت دزدیده شدند، بعضیش با سمون ایر داده شدند، گویا فروخته شدند در حالی که داده شده بودند و شرکت بسیار ضربه سخت دید، ملت ضربه سخت دید، چون این مالکیت ملت است و مالکیت ملت دزدیده شد، فروخته شد و ما امیدواریم که این شرکت این باره توانایی خود به دست میارد و به ملت خدمت میکند و کاری میکند که ملت بتواند یک چیزی دسترسی داشته باشد. حتی در این سفرهایی که اخیری که پروازهای اخیری که این شرکت به شهر و ناحیه‌های گوناگون کشور داشت، در شهر کولاب به مشکل برخورد و مشتریان از این شرکت استفاده نمیکنند و سفر نمیکنند. حالا گرانی نرخ چیپته باشد چه مسائل باشد مهم نیست، ولی این شرکت بازم با مشکل روبرو شد و این اخبار همه برای چی نشر کردم؟ برای اون چیزی که شما مطمئن باشید که یعنی مال و ملک دولت امروز در خطر است و هر چیزی که به ملت ربط دارد او رو می‌دزدند. همونطور که شما دیدید
شرکت سامونایل سالهاست یعنی مال داراییش دزدیده شده است و حکومت تو امروز یعنی طول تقریبا 12 سال می شود نمیتواند مال ملک این شرکت رو بر بگرداند، نمیتواند یک شرکت دولتی رو برقرار کند، در حالی که یک شرکت خصوصی دیگه سامونایل رو تشکیل کردن و اون سامونایل هر روز پولدارتر می شود و جیب خانواده اومدی رحمانوف رو چیکار میکنه؟ زیادتر میکنه. و در هفته گذشته نیز بازم در رسانه ها بعد از نشست‌های خبری مطلب نشر شده بود که چیپتوهای بلیط یعنی نرخ چیپتوها به زودی ارزان کرده می شود و باید زیاده از 15 تا 20% یعنی ارزان شود. حالا تا کجا این اخبار حقیقت داره، تا کجا مردم تاجیکستان میتونن از چیپتای ارزان به مانند قرقیزستان و دیگر کشورهای همسایه استفاده کنن، این رو نمیدونن، ولی ما طلبگار اینیم و ما این چیز نقص میبینیم که مردم تاجیکستان بتواند از چیپتوهای ارزان استفاده کنند، چون امروز در اروپا از یک جا به یک جای دیگه سفر کردن چیپتاش خیلی ارزان است. من حتی در روسیه یک شرکت به اسم پپید است و من وقتی در داخل روسیه سفر کردم از یک شهر به یک شهر دیگه چیپتاش خیلی ارزان بودن. حالا نمیدونم چقدر گران شدن ولی اون زمان خیلی ارزان بودن و این گونه هواپیماها باید در داخل کشور ما وجود داشته باشد و نرخش باید خیلی ارزان باشد که مردم ما هم تکنولوژی زمانی را بیاموزند و هم چیکار کنیم تا پرواز کنند. حتی این شرکت ها را چگونه ما میتونیم چیپتوهاشون ارزان کنیم؟ ما میتونیم طریق تبلیغ ما میتونیم اینو انجام بدیم. مثلا شرکت هواپیمایی که کولاب یا که خوجند یا اینکه غرم یا دیگه جای پرواز میکند، ما میتونیم با بازارگاه‌های همونجا مراجعت کنیم و کسایی که مال ملکشون رو میخواهند تبلیغ بکنن، ما میخوایم رکلام هایی که تبلیغ اونها را در همین هواپیما تبلیغ بکنیم تو اینه که خیلی که شرکت های با نفوذ جهانی میکنن و این کارا رو میکنن و از این طریق چیکار میکنن؟ هم از اون تبلیغ پول به دست میارن و چیپتر ارزان میکنن، سبب که مردم با همین هواپیما بروند و هم تبلیغ کنن، مردم از خرید فروش از بازارها با خبر میشن، میرن خرید میکنن و هم چیپتای ارزان میگیرن. هم ملت فایده میبیند، هم فروشندگان فایده میبیند، هم شرکت فایده میبیند. ولی در امروزهای تاجیکستان متاسفانه چنین کادرهای وجود نیست که بتواند چنین چیزها را بررسی کند. ما برمیگردیم به مسئله صناعت. ببینیم وزیر صناعت چی میگه. برخی اوبی رو 5 حادثه ناخوش شماره صنعت رحیم رئیس خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و سوهای کوکاری در نشست خبری نهاد زیر رهبریش گفت در این سال اول سال جاری در کارخانه‌های صنعتی و کان‌ها 24 حادثه ناخوش ثبت شده است که در نتیجه 18 نفر جان خود را از دست داده 20 تن جراحت برداشتند. و تاکید نمود که آمار مرگ کارگران نسبت به همین دوره سال گذشته 4 و جراحت برداشتگان 14 نفر بیشتر شده است. سبب‌های اساسی حادثه‌های ناخوش این به مسئولیتی مهندسان تکنیکی کارخانه‌ها در جای حادثه، به اهمیتی جاودگان هنگام کار با ابیکت‌های خطرناک، رعایت نگردیدن قاعده‌های بی‌خطری صنعتی، در رفت کار با ابیکت‌های استثماری خطرناک، رعایت نکردن تکنولوژی کارگر کام، همچنین نداشتن متخصصان صاحبی میباشد. رئیس خدمات نظارت بخطری در ساحه صنعت و کوکاری تاجیکستان تاکید کرد که در میان فوتیدگان شهروندان خارجی نیز ثبت شده است، ولی از مرگ 8 افغانستانی در شمال کشور اظهار بی‌اطلاعی نمود. او گفت آنها نیز در این باره از رسانه‌ها خبر یافته به کارخانه متالورژی تاجیک و مقامات حکومت محلی، مقامات انتظامی و بیمارستان تماس گرفتند، اما با قول صنعت رحیموف هیچ یکی از این نهادها حادثه را تصدیق نکردند. ممکن واقع داشته در دیگر جور برای اون که این شهروندان در یکون جو با قیدی بسش دادن نه اون کس میدونم کجا دادن اگر طرف افغانستان داشته باشه اون پیشنهاد کنم تیاری تفتیشات کنم، اما اون خبری که در تلویزیون بود که کدام کارخانه در کار کردن در نوعی عینی کار کرده این حادثه تصدیق شده. دوستان گرامی، این اخبار ما برای اون موندم که چند روزی در رسانه‌های افغانستان وابسته به درگذشت 8 نفر بسیار سر و صدا بلند اومد که چند افغانستانی در تاجیکستان در یک شرکت کار میکردن و اونو به هلاکت رسیدن و این بسیار سر و صدای زیادی منفی نسبت مردم تاجیکستان به نشر شده بود و علاوه برای در روزهای اخیر دپارتاس مردم مهاجر افغانستان از تاجیکستان خیلی دیده می شود و
این وضعیت به اون درجه رسیده است که بعضی از بلوگران افغانستانی و بسیار با نسبت مردم تاجیکستان حرفای قبیحی زدن. البته حرفای قبیح اونها نسبت حکومت ما حرفی نداریم، چون در بعضی حالات حکومت ها ظلم میکنن، باید نسبت حکومت ها حرفای زد. ولی من از همینجا به ملت مردم افغانستان یک مراجعت میکنم که در صدد اعلام کردن مراجعت به تاجیکستان مردم رو کش نکنید و کش کردن مردم این جنگ بین ملت هاست و پس زدن شان شرف ملت این چیزی خیلی بدی است و یک انسانی درست این کار انجام نمیده. تاجیکستان سالهاست میزبان مهاجران کشور افغانستان است و ما سالهاست با شما یک روابط نزدیک خوبی داریم و همیشه مردم شما در کشور ما میان کار و زندگی میکنن و هیچ مشکلی روبرو نیستن. البته در سالهای اخیر وضعیت حکومتی تاجیکستان سخت‌تر شده است که آنها را فشار میارد و از وطن خارج میکند، اذیت میکند. ولی این مسئله شما با حکومت است، مسئله شما با ملت مردم تاجیکستان نیست و همین بلاگر اخیری که بسیار حرفای بد نسبت مردم تاجیکستان زد باید حتما یک بار صحبت گذرانیده شود و از حرفایی که نسبت مردم تاجیکستان زد باید دست بکشد و بخشش بپرسد، زیرا مردم تاجیکستان در اینجا هیچ ربطی ندارند، چون حکومت یک حکومت خودکامه است و هر کاری را که میخواهد خودش انجام میدهد و نباید که در این رسا به ملت تاجیک و مردم تاجیکستان اصلا حرف ناسزا گفته شد و دشنام کرده شد. این چیز بسیار بد است و اگر که از مردم تاجیکستان نیز یعنی ویدیو کنند، مراجعت کنند، مردم افغانستان را اگر حقارت کنند، ما نیز این چیز را تکذیب میکنیم و این چیز را بد اخلاق میدونیم. نباید که ما در مقابل یک ملت، در مقابل یک کشور که مردم در اونجا زندگی میکنن قرار بگیریم. البته حکومت ها رو میشود تنقید کرد، هیچ مشکلی ندارد، یا یک شخص معینی که ظلم میکند میشود تنقید کرد، حرفی وجود ندارد، حالا تحقیرش میکنن، حقارتش میکنن، ولی باید اشخاص معین باشد که کیها اینجا در نظر شما هستند. اما وقتی که اینجا کشور میگوید، کشور در نظر مردم است و این چیز بسیار که تاجیک میگوید اینجا در نظر مردم تاجیکستان است و اینجا بسیار حرفا باید سنجیده گفته شود، نباید که به ملت مردم تاجیکستان تحقیر کرده شود، وگرنه مردم تاجیکستان همچنین نوارها را زیاد میکنند، این چیز خوبی نمیارد. دوستان گرامی و هموطنان عزیز، همونطور که شما میدونید ما در مسئله تاکسی های تاجیکستان صحبت داشتم. خیلی زیاد برنامه بخش مستقیم، 2 برنامه در همین مسئله مشکلات تاکسی ها برنامه داشتیم که واقعا مسئله تاکسیران های تاجیکستان در یک حالت خیلی خراب قرار دارد، زیرا از آنها از 8 تا 10 هزار سومونی میسیتونند تا یک شرکت بدون کار کنند و این چیز واقعا حالت رو اونقدر سخت کرده بود که تاکسی ها امروز بیشترش قرضدار بودن، از بانک پول گرفته بودن، فرار کردن، گریختن، ماشینا را سپاریدن، فروختن با نرخ ارزان، تاجیکستان رو ترک کردن، زیرا فقط 4 شرکت را اجازه کاری دادن و دیگه شرکت ها قبول نمیکنن یک نفری برود کار کنند. اون کسانی که با شرکت های دیگری کار میکردن بیرون شو کردن، گفتن ما لیسنس کار کردن در دوشنبه را نداریم و از این سبب اینها نتوانستن لیسنس خود را یعنی ادامه بدهند و کار رو از دست دادن و 8 تا 10 هزار سومون نداشتن که بروند در اون شرکت هایی که وزارت نقلیات معین کرده است در اونها کار کنند. به همین خاطر بیاید از زبان وزیر این حرفا را بشنویم که چی دروغ‌های در این وابسته باز میگوید. در پس منظر نگرانی‌های رانندگان شرکت‌های تاکسی که میگویند نوابسته از کار کردن یا نکردن باید در روز 100 سومانی به شرکت پرداخت نمایند، عظیم ابراهیم وزیر نقلیات تاجیکستان این ایده‌ها را رد کرد. پیشتر اون چیزی که شما گفتید قبل بود، من هم شنیده بودم، لیکن حاضر در ترتیب نو که کار میکند نمیکند مبلغ میسپارد، این خیلی گپ نیست، پیشتر بود. چنین اظهارات وزیر نقلیات در حالی است که رانندگان بعد اینند که اگر به کار نبرآمدند چون دیگر روزهای کاری باید 100 سومانی به شرکت پرداخت کنند. همچنین شکایت دارند که مجبورند به استراحت کار کنند. من ماشین کردید گرفتم زورم میاد، 7,500 سومان پول میسپارم، با این 3,000 سومان دیگه مثلا پول چیه؟ چی میگن؟ نه پولی نه 100 سومان میشه، 3,000 سومان بود در بالای 7,500 10,500 سومان. ما ریسک روزی ما پیش بوده میتونیم، نه مثلا
فرزندمون رو اون چی خریدن میتونیم پروداکت کردن هم میشه و میسر همین چیزا رو یک اقلا 50 تومان میکردن برای ما خیلی چی میشه سبب میشه. حکومت شهر دوشنبه تنها با 4 شرکت مسافرکشانی اجازه فعالیت داده شماره عمومی تاکسی‌ها را تا 12000 بالا برده است. بحث مشکلات شرکت‌های تاکسی در تاجیکستان مسئله نو نیست. در گذشته مقامات بعضی از شرکت‌ها را موظف کرده بودند که ماشین‌های کرونا را به خدمت‌رسانی راه ندهند. طبق قرار شهرداری دوشنبه در آینده تمام تاکسی‌ها باید با نیروی برق فعالیت کنند. همونطور که شما دوستان دیدید همین جوان خب جسارت کرد، حقیقت رو بیان کرد. گفت که ما سالانه حدودی 7000 سومون به شرکت میسپاریم و 3.5 تا 4000 دیگر در ماشین میسپاریم که میشه تا 10000 یا 11000 سومون. و شما دیدید که میگه که ما رو باید اینو ارزانتر کنن، در حالی که وزیر نقلیات این دروغگو میگوید که چون این حرفا وجود ندارد و کسی این چیزا پرداخت نمیکند در تعریف های نو. فقط 4 شرکت رو اجازه دادن. حالا مشکلات دیگر تاکسی را یک طرف بگذارید که کسایی که به شرکت موندن پول نداشتن پرداخت کنن و اونو را یک طرف بگذارید. در تاجیکستان در تاکسی چند سون کار میکنه که باید قسم تو در جا بروی پرداخت کنی؟ این پول از کجا گرفته میشه؟ همین تاکسیرون ها اینقدر عصبی ان. نهازی در تاجیکستان وقتی که وارد یک تاکسی میشه یا که ویدیوهایی را که میبینی که کس وارد یک تاکسی میشه و راننده بسیار عصبانی است و بسیار برخوردی بد میکند. از کجا؟ برای چی؟ برای که پول باید شما را بتید، پول بنزینش رو بتید، پول بیمه یا اینکه اون استراخوفکش رو بتید، پول نمیفهم این اون طرف شو بتید، پول کردیت شو باید بتید. دیگه عصب اون انسان کاملا ویران است، خراب است. یک نفر میدونه سود توانایی صحبت نداره، هر چی از زبانش بیاد میگوید، چون اون بگه باید پول پرداخت کنه. باید آسانی آورد که مردم حد امکان درآمد داشته باشن، نه همیشه برآمد به قرض زندگی کنن. ایس قرضدار از قرض هر روز میجخش فشار بالاش میآید. خود برای در خارج کار کنه دیگر. به خدا عیب و شرم است به شما دیگر. خب دیگر دوستان گرامی، موضوع اخیر که ما در این باره صحبت کردیم درباره برق، همونطور که شما دیدید وزیر انرژتیک هم مسئله برق را تایید کرد، لیمیت برق را. ولی به هر صورت ما در مسئله شرکت باز کردن، سرمایه گذاری کردن در تاجیکستان بسیار صحبت سخت کردیم که در تاجیکستان متاسفانه سرمایه گذاران امکانیت پیدا نمیکنند به خاطر اون چیزی که برق وجود نداره. مثلا نوازی تو بره یک شرکت باز کنی، اگر بخواید $100,000 یا 1 میلیون در یک جا بگذاری برای سرمایه گذاری کردن، اگر بفهمی که اونجا برق نیست حتما این کارو نمیکنی به خاطر که برق تامین نیست. بیایید ببینیم که حتی کارخانه های دولتی به برق تامین هستند. حالا شرکت های خصوصی که مثلا یک سرمایه گذار میاد باز میکند کنار بگذارید، شرکت دولتی رو ببینید در چه حال است. مرکز بهداشتی و اپیدمیولوژی منطقه کلوب زیاده از 2 هفته باز از قوای برق محروم است. در نتیجه تجهیزات آزمایشگاه از کار باز مانده‌اند. سبب قطع گردیدن برق سری وقت پرداخت نشدن مبلغ استفاده نیروی برق از جانب ریاست مالی منطقه کلوب است. رهبریت مرکز چندین مرتبه به مالیات درخواست ارسال نمودند، اما تا حال جوابی مثبت نگرفتند. دیلینگی کشته 16,000 سوم پروچنی دارن در مالیه میگه پول نیست نمیگذارنش. این همون سیم کشته مرکزی ونیمیو یا سیم کشته مرکزی ایمونیزاسیون کار بوده سیم چیکار کنید؟ نه بکنید 16,000 سوم پروچنی در بالای استولش شده. یک 2 هفته برق ندارم. پرداخت مبلغ برق، آب و دیگر خدمت‌رسانی‌های کمونالی مؤسسه‌های دولتی از حساب بودجه دولت عملی می‌گردند. هر نوع مؤسسه‌ها درخواست پرداخت را به مالیه ارسال می‌کنند، اما در ریاست مالی منطقه کلوب گفتند که مبلغ برای پرداخت برق باید از صورت حساب‌های مخصوصی همان اداره اجرا شود. در وقت تهیه بودجه صورت حساب‌های مخصوص بودجه تماس ما خاطر همین سوال کانگرسی دعوامون میشود. در برق عموما در صورت حساب مخصوص مبلغ‌های نمی‌کنند، میگیرن در تعمیر و در دیگر خرج‌های پای میمونن به فایده میمونن. میگه چیزی که برای پیشبرد کارای
تمام چیزی آپاراتوری که مثلا همون استفاده میبرن درآمد میگیرن برای سورسیون ایسوی برق رو برق مبلغ نمیشن. حالا آزمایشگاه ویروسولوژی مرکز که یکی از مهمترین بخش‌های آن به شمار می‌رود با سبب نبودن برق فعال نیست. با گفته مسئولین تجهیزات نازک آزمایشگاه در حالت بی‌برقی آسیب می‌بینند. تجهیزات همین آزمایشگاه ویروسولوژی با 1 میلیون تومان زیاد داره. همه شما میدونید این قدر ریاکتیو ریاگنتایی که مؤسسه چی میگیریم تشکیلاتی که مدت یوردام میکنن این دورو آسان نیست. با اطلاع مسئولین در 6 ماه اخیر با بودجه ولایت ختلان 39 میلیون تومانی کمتر مبلغ وارد شده است. در نتیجه مبلغ گذاری مؤسسه‌های بودجوی نیز زیر سوال رفته است. رئیس جمهوریت سال تحقیقات‌ها را محض در همین کمبودی بودجه می‌بینند. در همین حال مسئولین مرکز بهداشتی اظهار می‌دارند که در چنین گرمای شدید سرنوشت ریاکتیوها و آزمایشگاه‌های آنها نامعلوم باقی می‌ماند. شما حتی می‌بینید خط نهادهای دولتی و مخصوصا دختر که در اونجا چیزهای مهمی ذخیره کرده می‌شود که به جان این انسان‌ها وابسته دارد در خطر قرار دارند و سبب نرسیدن بودجه کشور. آخه بودجه کشور شما میدزدید، سبب بگید دزدای کشور، بگید سبب دزدای کشور که میدزدن و بودجه را تامین نمیکنه، پول بودجه را کامل نمیرسونه. نمیشود این گونه حرف بزنید. به خدا قسم عیب است، شرم است، حیا کنید یک میده. وقتی که یک انسان و یک سرمایه گذار این ویدیو را ببیند، این حالت بیمارخانه را ببیند، میاد در تاجیکستان سرمایه گذاری میکند. به خدا قسم این کار شما نباید تا اینجا پایان بفرد، در این سطح پایان بفرد. ملت تاجیک و مردم تاجیک باید این چیز را در نظر بگیرد. به خدا قسم هر روز دورویی ما و شما از بین میرود. دوستان گرامی هستید 50 تا 60 نفر ما رو تماشا دارن. لطفاً لایک بزنین، دیلیت سکنین و برنامه را دستگیری کنین، کامنتاری بیشتر بنویسین تا بیننده ما زیادتر شود، چون ما یه هفته در وقت معین برنامه نکردیم و گو وقتی متاسفانه مشکلات ها به میان میاد و برنامه ما را دستگیری کنید تا بتوانیم در بخش‌های مستقیم بیشتر باشیم و برنامه جالب بیشتری برای شما پیشنهاد کنیم. ان شاءالله کوشش تلاش میکنیم که فرصت‌ها را از دست ندیم و در خدمت مردم قرار بگیریم و برنامه‌ها را در موردی که در همون زمانی که درست است در همون زمان انجام بدیم. ولی متاسفانه یک سفر داشتیم نتونستیم. ان شاءالله که دیگر کوشش تلاش میکنیم که در وقت مناسب اون که برنامه همیشه انجام داده میشود انجام بدیم و برای بینندگان و برای شهروندان تاجیکستان مفید باشه. هموطنان عزیز زیاده از 1.5 ساعت می شود در بخش مستقیم قرار داریم و البته صحبت های طولانی هم کردیم و صحبت های زیادی هم هست که می شود بازم نشست و صحبت کرد. خسته کننده می شود زیرا شما می بینید که من حدودا زیاد صحبت می کنم. حدود 1.5 ساعت در بخش مستقیم کسی هم پیوست نشده است، فقط خودم صحبت کردم و این مسئله نمکه گودم هم چی می کند، خسته می کند، زبانی خسته می کند، روحان خسته می کند. از طرف از این پروژکتوری که در چشمای انسان میزند آدم کاملا خسته میشه، چشمو درد میکنه و صحبت کردن زیاد هم دیگه زبان انسان بند میمونه. به همین خاطر مگر دوستا پیوست میشدن که ما را راحت تر میدادن که بازم بتونیم صحبت کنیم، زبان دم بگیرد خوبتر میشد. ولی به هر حالت ما کوشش میکنیم که در برنامه‌های بعدی بازم صحبت داشته باشیم، دوام صحبت را در که امروز نکردیم در برنامه‌های بعدی بکنیم و در خدمت شما قرار بگیرم. این مشکلات ها انشاءالله پایان خواهد یافت. امروز نشود فردا میشود، فردا نشود پس فردا میشود. ولی به هر حال انشاءالله که ما امیدواریم که این مشکلات های مردم در کوتاه‌ترین فرصت حل شود و ما فرزندان این ملت و وطن خود، سرزمین خود تاجیکستان بر بگردیم و تاجیکستان را از دست ظالمین نجات بدیم و اون کشور را یک کشوری بسازیم که برای هر یک تاجیکستانی خانه باشد، امید باشد، آینده باشد. وگرنه ما این گونه‌ای که الان پراکنده زندگی میکنیم همین گونه پراکنده میریم. الله همه شما را در امان در حفظش نگهبان باشد. پروردگار شما را موفق بگرداند، رزق روزیتان را
فراوان بسازد. پروردگار ما و شما را در اون راه راستا و در راه جهاد، در راه آزادی وطن مشرف بگرداند، ارادمون بتید، قویمون بگرداند که ما بتوانیم به وطن بر بگردیم و وطن خود را از دست ظالمی نجات بدیم. دیگر شما را به خدا میسپارم، وقتتون رو طولانی نمیگیرم. از همه شما برای بودن و اشتراک کردن در برنامه تشکر میکنم. پروردگار همه شما را حفظ کند که با ما بودید طول 1.5 ساعت و من کمک کردین که برنامه را پیش ببرم. خدا نگهبان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.